نمیدونم SMS ماهواره هر چی هم من دیدید، من با 2 تا شهر فقط هیچ وقت شوخی نکردم. یکی شهر مقدس مشهده، یکی هم شهر مقدس قم. خب شهر مشهد که تکلیفش روشن دیگه، آقای امامزاده رو من خودم مستثنا قرار دادم. قم هم که خطریه دیگه. آقا یه نفر یه جا رفته بود استخدام بشه، ازش پرسیدن که بهترین شهر دنیا کجاست؟ یارو گفت هاز آقا قسطنطنیه. گفت تو برگرد بنویس. خب میدونی نوشتن قسطنطنیه یه سخته دیگه. گفت آقا غلط کردم، قم. اینه که این 2 تا شهر هیچی. یکی هم طرفای گرمسار و اونورا و برای من یا اون؟ برای اون دست بزنیم دیگه. میخوایم بگم من به همه شما علاقه‌مندم، اسنادش هم موجوده. میخوایم بگم بله؟ به شرط که براش دست بزنیم. اصلا ما چی کار داریم اسم ببریم؟ یه نفر رفته بود کرمان بازدیدهای استانی، هم اینو دوست دارن دیگه. خلاصه تمام این کرمانی ها شعار میدادن دلاوره حسه‌ای دودی بگیر خسه‌ای. بین جوکا دست یه چیزهایی هست که زمان ما بده، اما اتفاقا خیلی خوده. دیدگاه ما متعالی باشه همه چی حله، همه چی سبزه. والا اینم از این. دوباره همیرو ای خدا بابا 3 تا